درود به همه دوستان گلم. نوروزتون پیروز و امیدوارم بهترین سال رو در پیش داشته باشید. طبق روال چند سال گذشته این یک برنامه ویژه است که 50 تا دانستنی جالب رو تعریف میکنه. آیا میدونستید انیشتن برای اینکه زنش رو طلاق بده و اون کاغذهای طلاق رو امضا کنه بهش یه قول میده؟ چه قولی میده؟ میگه اگر تو قبول کنی از من جداشی، وقتی جایزه نوبل رو میگیرم همه پولش رو میدم به تو که دست از سر ما برداری. و یا اینکه بالاخره در سال 1921 انیشتن جایزه نوبل فیزیک رو میبره. 121,000 کرون سوئد رو بهش میدن که به نرخ امروز معادل 212,000 دلار آمریکا میشه. پولو میگیره و زنش بهش میگه که به قولت عمل کن. انیشتن هم به شوخی میگه چه پولی؟ اونم میگه همون پولی که قول دادی و انیشتن همه رو میده به همسر سابقش. آیا میدونید برای ساخت فیلم دام اند دامر یا احمق و احمق‌تر کارگردان در نظر داشته که به جای جف دنیلز نیکولاس کیج رو دعوت کنه؟ اما نیکولاس کیج میگه متاسفانه من دارم توی یه فیلم دیگه بازی میکنم و نمیتونم بیام تو دام اند دامر بازی کنم. برای همین کارگردان مجبور میشه که جف دنیلز رو دعوت کنه. حالا به نظر شما این فیلم دام اند دامر با بازی نیکولاس کیج بهتر میشد؟ لطفاً نظر بدید. آیا میدونید در زمانی که استالین حالش خوب نبود و در حال مرگ بود خبری از دکترش نبود؟ فکر کنید اون حالش بده، دکتر بالا سرش نیست، اما هیچ کس از اطرافیان جرئت نداره که یه پزشک دیگر رو صدا کنه. حالا پزشک خودش کجا بود؟ اینطوری که در تاریخ نوشته شده اون یه جایی داشته توسط پلیس مخفی شکنجه میشده، چون استالین قبل از اینکه حالش بد بشه به این دکتر مشکوک شده و دستور داده به پلیس مخفی ازش تحقیقات کنن. حالا چرا همه میترسیدن با یه پزشک دیگه تماس بگیرن؟ چون میترسیدن استالین حالش خوب شه و بهشون بگه غلط کردیم بدون اجازه من یه پزشک دیگه خبر کردیم و بدین وسیله استالین مرد. آیا میدونستید وقتی کریستوف کلمب و همراهاش تو جامائیکا بدون آب و غذا گیر میکنن، بومیا حاضر نمیشن به اینا کمکی کنن؟ و کریستوف کلمب چون میدونسته قرار ماه گرفتگی اتفاق بیفته به بومی‌ها میگه شما خدای من رو عصبانی کردین. برای همین برای نشون دادن خشمش ماه رو قرمز خواهد کرد. دیری نمیگذره که ماه قرمز میشه. بومی‌ها هول میشن، میگن ای داد بیداد خداش عصبانی شد. کلی آب و غذا برمیدارن میرن سراغ کریستوف کلمب و همراهاش. بهشون میگن بیاین بخورین، هر چی هم میخواین به ما بگین ما براتون میاریم، فقط به خداتون بگید با ما کاری نداشته باشه. کریستوف کلمب میگه برید خیالتون راحت باشه من حلش میکنم. یه دانستنی از دنیای پزشکی. آیا میدونید زمانی که یک فرد دچار آلزایمر و زوال عقل میشه، وقتی موقع مرگش فرا میرسه در بعضی مواقع و به طور ناگهانی همه چیز یادش میفته؟ به این حالت میگن ترمینال لوسیدیتی یا شفافیت نهایی. اما متاسفانه تخمین زده شده که 43% از افرادی که دچار این حالت میشن ظرف 24 ساعت از دنیا میرن و بیشتر از 80% از اون 57% باقی مونده یک هفته بعد از دنیا میرن. دانشمندا واقعا نتونستن دلیل اصلی این اتفاق رو بفهمن، اما باور دارن که فعالیت مغز در یک فرد در حال مرگ تغییر میکنه و همین تغییرات باعث میشه که اونا همه چیز رو به یاد بیارن. آیا میدونستید نام نژاد این سگ کوموندوره؟ موهای این نژاد سگ گرون قیمت تا 35 سانتی متر رشد میکنه. وقتی به این سگ نگاه میکنی با وجود اینکه شبیه ته زمینشوری میمونه و خیلی به نظر گوگولی میاد، اما میتونه سگ خیلی خطرناکی باشه. تربیت کردن این نژاد اصلاً کار ساده ای نیست و به زمان و وقت زیادی احتیاج داره. در غیر این صورت سگ قابل اعتمادی نیست، چون در هر آن میتونه عصبانی بشه و حتی صاحب خودش هم گاز بگیره. آیا میدونید زلزله‌ای که در سال 2004 و در اقیانوس هند به وقوع پیوست طولانی ترین زلزله تاریخ بوده؟ این زلزله باعث مرگ 286,000 نفر میشه و کشورهای مختلف رو نه تنها میلرزونه بلکه سونامی‌های مرگبار میفرسته طرفشون. زمان این زلزله 8 تا 10 دقیقه بوده. خیلی زیاده. تا به حال یک همچین زلزله طولانی در تاریخ کره زمین ثبت نشده. خب برای دانستنی بعدی اجازه بدید بریم به آمریکای جنوبی، کشور پرو. این سطپای منحصر به فرد پروییه. Peruvian Giant Yellow Leg Centipede.
که به فارسی میشه صدپای پازرد غول‌پیکر پرویی. این صدپا تا 30 سانت رشد میکنه و همونطوری که تو اسمش میگه جاینت یا غول‌پیکر، واقعا ترسناکه. وقتی گرسنش میشه میره توی غارها و از سقف خودشو آویزون میکنه، اونم برای اینکه خفاش شکار کنه. شاید باورش سخت باشه ولی این صدپا به غیر از خفاش مار میخوره، موش میخوره، بعضی وقتا پرنده ها رو هم میگیره. مارمولک هم که به عنوان دسر چپ و راست میزنه. حسنش اینه که با آدما زیاد کاری نداره چون به شدت سمیه و تا به حال در سرتاسر آمریکای جنوبی فقط سبب مرگ یه نفر شده، یه پسر 4 ساله ونزوئلایی. اونم نه اینکه به این بچه حمله کنه، قوطی نوشابه‌ای که میخورده رو گذاشته بوده رو میز و یه دونه از اینا میاد میره تو نوشابه و این بچه هم نوشابه رو برمی‌داره که بخوره، صدپا میره تو دهنش و رو زبونش رو نیش میزنه. آیا میدونید نام این دختر اولیویا فرانزورته؟ و اون تنها انسان شناخته شده‌ایه که با کمبود کروموزوم شماره 6 مواجهه. این یه اتفاق به شدت نادره که باعث شده که اولیویا نه درد حس کنه، نه گرسنش بشه و نه بترسه از هیچی. فقط بعضی وقتا به ندرت احساس خستگی میکنه. حتی یه بار یه ماشین بهش میزنه 15 متر اینو پرت میکنه، اما بدون هیچ درد و ترسی بلند میشه و به راهش ادامه میده و خوشبختانه هیچ آسیب جدی ندیده بوده. آیا میدونستید سرعت چرخش کره زمین به دور خودش داره آرومتر میشه؟ البته خیلی به کندی و در این صورت هر 100 سال 2 ثانیه به طول روزهامون اضافه تر میشه. آیا میدونید اره زنجیری اصلا برای بریدن چوب اختراع نشده بوده؟ اره زنجیری در قرن 18 میلادی توسط 2 پزشک اسکاتلندی به نامهای جان ایتکن و جیمز جفری اختراع شد. اونم برای استفاده تو جراحی‌های لگن و به دنیا آوردن نوزادان درشت استفاده می شده. حالا که اسکاتلندیم یه دانستنی دیگه هم بشنویم. آیا میدونید حیوان ملی اسکاتلند این اسب تکشاخه؟ توجه کردید بعضی آدما از شنیدن نظر دیگران درباره خودشون هراس دارن؟ این یک فوبیاست به نام آلوداکسوفوبیا و کسانی که این فوبیا رو دارن از شنیدن نظر دیگران در مورد خودشون وحشت دارن. آیا میدونستید قاره استرالیا از کره ماه پهن‌تره؟ عرض استرالیا نزدیک 4000 کیلومتره اما قطر ماه فقط 3400 کیلومتره. و یا اینکه اولین پرواز یک هواپیما در شهر کیتی هاک کارولینای شمالی در روز 17 دسامبر 1903 توسط برادران رایت انجام شده. اونها با هواپیمای دستساز خودشون برای اولین بار به پرواز در میان و فقط 11 سال بعد از این تاریخه که هواپیما تو جنگ جهانی اول حضور فراوانی داره. یعنی یک اختراع خیلی عالی ظرف فقط 11 سال تبدیل شد به یک دستگاه کشتار و همین دستگاه‌های کشتار امروزه به کجاها رسیدن؟ آیا میدونستید گرونترین بطری شرابی که تا به حال فروخته شده به چه قیمتی خریدنش؟ در سال 2018 یک بطری شراب 73 ساله به نام رومانی کنتی 1945 به حراج گذاشته شد. تخمین میزدن که این بطری تا $32,000 به فروش برسه، اما یک کلکسیونر سوئیسی روی این بطری کلید کرد و گفت هر جور شده میخرمش. برای همین مبلغ رسید به $528,000. به نظر من احساس میکنم که یک پولشویی اتفاق افتاد. خب یک دانستنی دیگه از دنیای پزشکی. پژوهش‌ها نشون داده که وقتی که یک انسان مرگ رو لمس میکنه هنوز چند تا از احساسش زنده است. اون همه چیز رو میشنوه و اگر دستش رو لمس کنی میفهمه و خیلی‌ها میگن شخص درگذشته دقیقه ها صدای خانواده و اطرافیانش رو میشنوه. یعنی میشه گفت حس لامسه و حس شنوایی از آخرین احساساتی هستن که یک انسان از دست میده. آیا میدونستید گوریل ها راه به راه از خودشون باد در میکنن؟ و دلیلش هم رژیم غذایی پر از فیبرشونه. آیا میدونستید دمیتری مندلیوف پایه‌گذار جدول تناوبی یا همون جدول مندلیوف 3 بار نامزد دریافت جایزه نوبل شیمی میشه، اما با وجود اینکه لیاقتشو داشته هیچ وقت برنده نمیشه؟ دلیلش هم این شیمیدان سوئدی بود، سوانت آرنیوس. با وجود اینکه سوانت عضو کمیته نوبل نبود و حتی نامزد دریافت جایزه هم نبود،
اما روی داورا خیلی تاثیرگذار بود و اونا به حرفش گوش میدادن و برای همین تو این 3 دفعه نذاش مندلیوف جایزه نوبل رو ببره. حالا شاید بپرسید مشکل سوانت با مندلیوف چی بوده؟ مشکلش این بوده که چند سال قبلش مندلیوف از نظریه تفکیک سوانت انتقاد کرده بوده و سوانت هم هیچ وقت این کار اون رو فراموش نکرد. آیا میدونستید یک بازیگر آلمانی به نام گونتر کافمن در سال 2002 به پلیس اعتراف کرد که تصادفی روی حسابدارش افتاده و باعث خفگی و مرگ اون شده؟ ولی دادگاه این حرف تصادفی رو قبول نمیکنه و به خاطر همین کارشو و باجگیری‌هایی که تو پروندهش بوده به 15 سال زندان محکومش میکنه. جالب اینه که 3 سال بعد در سال 2005 مشخص شد گونتر کافمن حسابدارش رو نکشته بوده، بلکه همسر گونتر حسابدار رو کشته بوده و گونتر به خاطر اینکه زنش زندانی نشه به دروغ گفته بود که من افتادم روش. در سال 2005 گونتر کافمن آزاد میشه و زنش رو محکوم به زندانی میکنن. آیا میدونستید وارن بافه میلیاردر آمریکایی 99% ثروتش رو پس از سن 56 سالگی به دست آورده و این نشون میده که هیچ وقت دیر نیست. حالا یه دانستنی که فکر کنم ما مردها دردش رو واقعا احساس میکنیم. در سال 2017 یک مرد اهل ایالت نیومکسیکوی آمریکا که فکر میکرد اختلال نوز داره به یک کلینیک مخصوص مراجعه میکنه. دکترها بهش میگن بله شما مشکل اختلال نوز دارین و ما میتونیم با 3 تا تزریق هفتگی در طول چند هفته مشکل شما رو حل کنیم. این بیچاره هم میگه باشه حل کنید. اما این تزریق‌های معمولی نبوده و بایستی مستقیم میزدن به آلت تناسلیش. چند هفته این بیچاره درد و ناراحتی رو تحمل میکنه و هیچ اتفاق مثبتی هم نمیفته. نه تنها بهتر نمیشه بلکه بدتر هم میشه. میره به یه درمونگاه دیگه و اونجا دکترها معاینش میکنن و میگن تو اصلا اختلال نوز نداری و توی اون کلینیک به دروغ گفتن. اما 3 تا تزریق بیمورد هفتگی آلت تناسلی این مرد رو داغون کرده بوده و این مجبور میشه بره از کلینیک شکایت کنه. شاید باورتون نشه دادگاه اون کلینیک رو محکوم کرد که بایستی 412 میلیون دلار به این مرد خسارت بدی چون آلت تناسلیش رو نابود کردید. 412 میلیون دلار گرفت ولی خوشحال نبود. من فکر میکنم حق داشته. نظر شما چیه؟ آیا میدونستید پرواز 52 خطوط هوایی آویانکای کلمبیا که در حال پرواز به نیویورک آمریکا بوده قبل از اینکه به این شهر برسه بنزینش تموم میشه و در یک روستای اطراف نیویورک به نام کوونک سقوط میکنه و از 137 سرنشین و خدمه پرواز 73 نفرشون کشته میشن؟ اما جالبی داستان اینه که 2 نفر از اونایی که جون سالم به در میبرن به 7 سال زندان محکوم میشن چون وقتی به بیمارستان منتقلشون کردن چون پزشکان و پرستاران تشخیص دادن که تو معده این دوتا کپسول‌های حاوی کوکائینه و مجبور میشن پلیس رو خبر کنن. پلیس هم منتظر میشه که اینا از بیمارستان مرخص بشن و بعد سوارشون کنه ببره زندان. آیا میدونستید بزرگترین جابجایی فیزیکی ثروت در تاریخ در جریان جنگ جهانی دوم روی داده؟ موقعی که بریتانیا از ترس آلمان‌ها 186,000 شمش طلا رو و 200,000 سکه رو با کشتی به کانادا فرستاد. ارزش این ثروت جابجا شده به پول امروز حدود 70 میلیارد دلار بوده. البته آمریکا به عنوان هزینه‌های جنگ جهانی دوم که به کمک انگلیس رفته این طلاها رو از انگلیس میگیره و امروزه در فورت ناکس قرار داره که این کلیپش تو آنتن هست. برای دانستنی بعدی بریم چین. در سال 2009 یک غواص 26 ساله چینی به نام ینگ یون موقعی که در حال غواصی بوده عضله پاش میگیره و دیگه نمیتونسته شنا کنه. داشته غرق میشده که یهو یک نهنگ بلوگا میرسه. نهنگ میندازه زیر ینگ یون و میارتش روی آب و جونش رو نجات میده. حالا که تو آبیم اینم بشنویم. نام این آقا مایکل پکارته و کارش شکار شاه میگوه. اون چند روز پیش همین که داشته غواصی میکرده تا شاه میگو پیدا کنه یهویی توسط یک نهنگ گوش پشت بلعیده میشه. اما نهنگ نمیتونسته اونو قورت بده و بعد از 20 ثانیه مایکل رو تف میکنه بیرون و مایکل که فکر میکرده مرگ حتمیه جون سالم به در میبره. فعلا تو آب بمونیم و یه دانستنی دیگه هم بشنویم.
آیا میدونید چارلز لایتولر معاون دوم کشتی تایتانیک بوده؟ و تا موقع غرق شدن این کشتی تا آخرین لحظه روی عرشه به مردم کمک میکرده و با کشتی هم غرق میشه، به طوری که گیر میکنه تو قسمت موتورخونه کشتی و دیگه نمیتونسته تنفس کنه و داشته خفه میشده. اما موتورخونه کشتی به یک باره منفجر میشه و چارلز رو پرت میکنه روی آب و اون در کمال ناباوری نجات پیدا میکنه. خوبه بدونید اون 28 سال بعد و در سن 66 سالگی در جنگ جهانی دوم برای کمک به نجات یافتگان حادثه دانکرک داوطلب شد و جون 122 نفر را نجات داد. آیا میدونید در سال 2015 دختری در هنگ کنگ به دنیا اومد که باردار بود؟ این نوزاد حامل جنینی بوده که به صورت غیرعادی تو بدنش رشد میکرده. به این وضعیت میگن جنین درون جنین و در هر 500,000 تولد ممکنه یک بار اتفاق بیفته. حالا که درباره نوزاد صحبت کردیم، آیا میدونستید نوزاد تازه به دنیا اومده تقریباً به اندازه 1 فنجون خون تو بدنشه؟ یعنی چیزی حدود 250 میلی لیتر. آیا میدونستید مورچه ها برای مسیریابی قدماشون رو میشمرن؟ و اونا در برگشتم قدماشون رو میشمرن که زیادی و مسیر اشتباه نرن. آیا میدونید این اندازه واقعی قاره آفریقاست؟ و از اون چیزی که تو نقشه میبینیم بزرگتره؟ میبینید که کشورهای چین، هند، سوئیس، اروپای شرقی، ایتالیا، آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک، اسپانیا، پرتغال، آمریکا، انگلستان و ژاپن توش جا گرفته؟ آیا میدونستید لویی 19 فقط 20 دقیقه به فرانسه حکومت کرد و رکورد کوتاه‌ترین زمان سلطنت رو به نام خودش ثبت کرد؟ آیا میدونستید حرف ای بیشتر از هر حرف انگلیسی دیگه تو کلمات به کار میره؟ در حالی که حرف کیو کمترین کاربرد رو داره. فکر میکنید تو فارسی کدوم حروف کمترین و بیشترین کاربرد رو دارن؟ من فکر کنم بیشترین حرف کاربردی تو فارسی الفه. کمترین کاربردم به نظر من 3 نقطه است. شما چی فکر میکنید؟ خب بریم به اندونزی و از یک جزیره به نام تانا توراجا دیدن کنیم. توی این جزیره یک قبیله کوچیک زندگی میکنه که اگر یک کودک قبل از دندون در آوردن بمیره، اونو تو تنه یک درخت دفن میکنن و نمیذارنش توی زمین. اونا باور دارن که درخت بعد از چند وقت روح اون کودک رو توی فضا رها میکنه و اون میتونه دیگه آزاد باشه. آیا میدونستید کژدم‌ها کلی چشم دارن؟ بسته به نوع کژدم، اونا تو سرتاسر بدنشون میتونن بین 6 تا 12 تا چشم داشته باشن. یعنی از هر طرف بری نزدیک میبیننت. یه دانستنی علمی، پژوهشگران کانادایی در بررسی‌هاشون دریافتن که مصرف نصف پیمونه گل کلم در روز احتمال ابتلا به سرطان پروستات رو تا 52% کاهش میده. آیا میدونستید در سال 2017 پلیس ایتالیا برای رسوندن 2 کلیه اهدایی برای یک جراحی حیاتی از یک لامبورگینی استفاده کرد و فاصله 500 کیلومتری بین پادوا تا روم رو فقط ظرف 2 ساعت طی کردن؟ سرعت متوسط لامبورگینی تو بزرگراه‌های ایتالیا به 233 کیلومتر در ساعت میرسیده. یه دانستنی حیاتی دیگه، در روز 11 سپتامبر 2001 تمام پروازها در ایالات متحده لغو شده بودند و هیچ هواپیمایی اجازه پرواز در آسمون‌های آمریکا رو نداشت. یعنی اگر هر هواپیمایی می‌دیدن می‌زدنش. اما در این گیرودار یک هواپیما مجوز میگیره که از سندیگو کالیفرنیا به پرواز در بیاد و بره فلوریدا. یعنی یه پرواز از غربی ترین به شرقی ترین. حالا برای چی این پرواز طولانی رو انجام دادن؟ برای اینکه یک پادزهر رو از کالیفرنیا برداره برسونه به اونجا. اونم برای نجات یک مرد که یک مار تایپان نیشش زده بوده و پادزهرش فقط تو سندیگو وجود داشته. این هواپیما رو 2 تا جت جنگی اسکورت میکنن که مطمئن بتونه به پروازش ادامه بده. و جالبه بدونید این مأموریت با موفقیت انجام میشه و جون آقای لورنس سرتیما از مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. آیا میدونستید این یک مار نیست؟ درست شنیدید، این مار نیست، بلکه شاپرک اطلسه که در مناطق گرمسیری جنگلی آسیای جنوب شرقی زندگی میکنه.
این شاپرک با طول بالهای 24 سانتی متری جزو بزرگترین شاپرک‌ها به حساب میاد. آیا میدونستید این خانم یعنی ویکتوریا سیلیرز در آوریل 2015 با چتر نجات از ارتفاع 1220 متری میپره، اما چترش درست باز نمیشه و اون با سرعت از اون ارتفاع سقوط میکنه روی زمین. فکر میکنید چی میشه؟ خیلی باورش سخته، اما اون به طور معجزه‌آسایی زنده میمونه. جالب اینه که چند روز قبلش هم تو خونش به خاطر نشت گاز داشته میمرده، اما اونجا هم شانس میاره و زنده میمونه. این خانوم خلاصه هیچ چیش نمیشه، اما اینجا قیافه شوهرش تماشاییه، چون تمام این برنامه‌ها رو اون برای اون چیده بوده. چترش رو دستکاری کرده بوده، چند روز قبلش گاز رو نشتی میده تو خونه. برای چی میخواسته زنش رو بکشه؟ چون کلی بدهی بالا آورده بوده و میخواسته از بیمه عمر زنش استفاده کنه و بدهیاش رو بده. اما سرش به سنگ میخوره و دستگیر میشه، چون قصد کشتن داشته، جرم سنگینی مرتکب شده بوده. برای همین به حبس ابد محکوم میشه. آیا میدونستید تو کشور مغولستان 5 میلیون اسب وجود داره؟ و این یعنی به ازای هر یک مغولستانی 5 تا اسب تو این کشور زندگی میکنه؟ آیا میدونستید گوش سمت راست انسان حرفا رو بهتر میشنوه؟ اما خب گوش چپی چی؟ گوش چپ موسیقی رو خوب میشنوه. آیا میدونستید نزدیکترین ستاره به خورشید یه خورده بیشتر از 4 سال نوری باش فاصله داره؟ و این یعنی اگر بخواید با پیشرفته ترین فضاپیما به اونجا برید میتونه 50,000 سال طول بکشه؟ آیا میدونید زمانی که یک یوزپلنگ با نهایت سرعتش در حال دویدنه، طول هر گامش حدود 7 تا 8 متره؟ آیا میدونید چرخه زندگی یک پاندا در طبیعت حدود 20 ساله؟ و یا اینکه تمام پانداهای دنیا متعلق به چینه؟ یعنی هر جای دنیا پاندا میبینید مال چینه و اجارش رو میگیره. حالا اجارش چنده؟ اگه ارزونه یه دونه ما اجاره کنیم. نه خیلی گرونه، صرف نمیکنه، چون سالی 1,100,000 دلاره. اونم برای یه جفت پاندا، چون تنها اجاره نمیدن، میگن افسرده میشه. آیا میدونستید ما انسان ها فقط 5 میلیون سلول بویایی داریم؟ شاید بگی چرا میگی فقط؟ چون در مقابل تعداد سلول های بویایی یک گرگ ناچیزه. قدرت بویایی یک گرگ 40 بار از ما قوی تره، چون 200 میلیون سلول بویایی دارن. و در آخر، آیا میدونستید من عاشق تک تکتونم و از همتون سپاسگزارم که 1 سال کامل با گروه آنتن بودید. نوروزتون پیروز، دلتون شاد، لبتون خندون و حساب بانکیاتون هم پر پول.